دوستان عزیز، روز بخیر و به همه شما روزی خوش و ببرا را آرزو میکنم. امروز امکان پیدا کردم که بیرون برایم. در روز شنبه هوا خیلی خوب و آفتابی است. ما به یک نمایشی مخصوص آمدیم که درباره حادثه سوختار در یک از بناهای شهر لندن بود و همچنین از بس که تئاتر در نزد پل بروکلین قرار دارد، بعد از نمایش ما امکان پیدا کردیم که به بیرون برایم و از محیط این باغ لذت بریم. اینجا این چرخ و فلک است، کاروسل است، کاروسلی که همیشه در یاد من باغ لیلین رو میبیارد که آخران بعد باغ رو به نام رودکی شد. هوا بسیار گرم. امریکایی ها دوست می دارند که در هوای گرم به بیرون برایند و از هوای تازه با اهل عائله خود لذت برند. خب دوستان عزیز، اینجا این دریا بروکلین و منهتن را به هم می پیوندد. خب این مناره دوستان ورلد ترید سنتر هست، یعنی مناره جهانی تجارتی. همین بروکلین بریج است دوستان، یعنی پل بروکلین. خیلی پل تاریخی. بینید چقدر نیویورک زیبا است. واقعا من نیویورک رو دوست می‌دارم. نیویورک خیلی شهری پسندیده و دوست داشتنی است. تنها خانه هایش خرد از خانه های خرد به بیرون برآمدن در کار. به بیرون برایید و از هوای خوش لذت برید. زندگی کوتاه است. لحظه های خوش زندگی رو رنگین میکند و به شما نیرو میبخشد که باز کار کنید، مهنت کنید، به خانواده هایتان پول فرستید، فرزندایتان کلان کنید، آرزوهایتان را عملی کنید، خانه خرید و بعد برای فوتیدن تیار شوید تا اینکه با خاطرش تنج و آسوده بدون عذاب وجدان این دنیای زیبا را ترک کنید. خدا خواهد این روزهای نزدیک نمی شود و من آرزو میکنم که همه از 100 زیاد عمر کم نبیند. 100 120 به طور میانه. شاد باشه دوستان. نیویورک در این موسم سال خیلی زیبا می شود با گلهای رنگینش و با درختان پرگلش. این وقت رو در نیویورک چری بلوسمینگ تایم میگویند، یعنی وقتی درختی گلی گیلوس. نبینید اینا با فکرم همشون درختای گیلوس نیستند، اما همین دوره چی درختای اینجا دارد که همش پرگل می شود و نیویورک گلابی می شود، پینک، از همین گلهای رنگه. زیبا و جوانو در این تگوی درخت جمع می شوند و صحبت میکنند و استراحت میکنند.